باز سامینه گوش کردن میگن که همین قرآن رو بسته کردن بدعت، همین توجه رو باشه. قرآن بوسه کردن ما در این باره نواری الهیده داریم، به همون برگردید. در قرآن نآمده است که قرآن را بوسه کنید. در قرآن آمده است عموم که قرآن را احترام کنید و پیامبر صلی الله علیه و سلم تفسیر کننده قرآن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بوسه نکردند. به شکلی پره در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن نبود. قرآن در بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن در دل آنهایی که علم داده شده. قرآن در قلبشون بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم حافظ قرآن بودن، پره قرآن را حفظ می‌دانستند، ولی قرآن مکمل به شکل کتاب ولی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به این شکل نبود. کسی در پوست یک آیت یا حدیث یک سوره نوشتگی، کسی در سنگ، کسی در کاغذ، لیکن خیلی جمع نبود که پیامبر صلی الله علیه و بوسن. و یگان حدیث هم نیست که صحابه های هم بوسیده باشند. قرآن بزرگ داشتش فقط با بوسیدن تمام نمیشه، به قرآن عمل کردن لازم، طبق فرمان قرآن عمل کردن لازم. کان خلقه قرآن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از حضرت عایشه از خلق پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شدند، خلق پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه بود؟ گفتند که کان خلقه قرآن. خلق پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن بود. یعنی به قرآن عمل میکرد، یعنی قرآن زنده بودن. قرآن بوسه کردن که خیال نکنید که یعنی که شما وظیفه قرآن ادا کردید. قرآن شکایت میکنه ان هذا القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این قوم قرآن را مهجور کردن، ترک کردن. ترکش این که ترک تلاوت، ترک تجوید، ترک تفسیر، معناهای قرآن را ندانستن عیب است. قرآن را خوانده نتوانستن به زبانی که الله تعالی نازل نکرد عیب است. بنابراین بوسه کردن که خلاص نمیشید، باید خوانید، معناهاش دانید، با آن عمل کنید. الله تعالی اعلم.